السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود. ما هموطنی اویم، او هموطنی ما بود. هیکل اسماعیل سامانی پارک. از مرکز شهر اما بسیار ماشین بسیار است. عجیبات است. یک ثانیه سودان در کور بعد میگذاریم انشالله. انا اینجا در نزد هیکل اسماعیل سامانی، این کتابخانه باشد یا که موزه باشد. با این کتابخانه است. این کتابخانه است. در کتابخانه است. این سالهای پیش از در دوره شوروی اینجا همه پارک دیگه خیلی پارک بود و خاطرم است. انا حاضر گپی کار دیگه هستن. اسماعیل سامانی انا کرانش در سر میمونی. اون با فکرم از تیلو باشد گفتن یک بار. انا رو نمیدونم. سلامت باشی. صورتگیران در اینجا میگردن، میخواهن که رسم بگیرن که چی هست میگیرن نمیدونم. این عجیب است. هوای این روز شکر گرم است. اگر کسی وطن رو یاد کرده باشد مرحمت نه بینید. این bayrak که بلند است. نمیدونم در اتحاد جماهیری سابق شوروی جای دوم باشد یا یکم باشد نمیدونم. bayrak تاجیکستان چه سرسبز است. باور کنید راحت نکنید. نهاز من از این طرفی راه میروم. ببینید وطن است. گفتی همون چی که همین بود هوایش برای ما بسخنده است. یک دانانی خشک باشه و یک کلا آب در وطن آرام باشید. در گوشه که باشید وطن خوب است. باز میگردید وطن میگردید. عجیب منظره های نگاه کنید.
بوهاری نمیاد چخل زیبا چخل گلوی عجایب اینا سرشته کردم این را او پایان میرود با قصد پرزیدنت باید میگردد طرفی گفتی چی پوتوسکی انا ای رو چی میرود طرفی و چون راست میاد تقریبا 500 متر باید پیشترت چون میشود نمیدونم حوض باشد نباشد عجیب حوضیرم کمی برف مونده است در بعضی جاها ولی هم آب نشده است یک دو سه روز شد برف بریده بودم از خیره در آب میشد تاجیکستان چه خیلی است تیز برف آب میشود سلطو باشم عجیب بود اینجا تابستان استراحت هست جوانو بسیارتر در این پارک ها استراحت کردن میگردن من هم پایان نمیروم از اینجا میگردم جاهای شش دارد در این جاها شش تن استراحت کردن جوانو در اینجا باشیده کردن هرکس هر خیل پایان رفته از اونجا بگرد یک کار باشین اینجا میشینی استراحت میکنی یک کدامه که دور از وطن باشد مرحمت کرده ببینید این پارکی که باغ باشه خلاصه امینده هر جایی باشی عادی وطن میکنی خواهی نخواهی فیلم قصد پرزیدنت هستیم پارک bayrak رادیو در این پارک هم وقت خیلی حافظی میکنن میگه تاجیکستان وطنم کعبه دل تاجیکستان وطنم بهترین